بهم گفت خارخاسک. توی یکی از سفرهایی که داشتم با یه زن عشایرنشین بختیاری هم صحبت شدم. این زن 50 ساله به قدری موهاش مشکی و پرپشت بود که هر کس جای من بود فکر میاد کلاگیس گذاشته. وقتی ازش راز حجم این موهای پرپشت اونم توی 50 سالگی رو پرسیدم چیه، بهم گفت خارخاسک. وقتی راجع بهش تحقیق کردم فهمیدم هر چیزی غیر از پادشاه گیاهان به گیاه گفتن کم لطفیه. باورش سخته ها، ولی این گیاه برای عفونت‌های ادراری، اگزما، جوش، سنگ صفرا، بهبود کلیه، مشکلات فشار خون و حتی مشکلات التهابی پروستات برای آقایون هم مفیده. این گیاه به خاطر پپتین فعالی که توی ترکیباتش وجود داره سلول‌های مرده و ریشه مرده موها رو احیا میکنه. من که بیخیال نشدم، دستور مصرف گیاه خارخاسک رو از اون زن شریف بختیاری گرفتم و به هم قول داد که هر آدمی که ازش استفاده کنه توی 14 روز اول تأثیرش رو روی موهاش میبینه. دستور مصرفش رو کامل میخوام برات بفرستم که به صورت دائمی این پیام رو داشته باشی و گمش نکنی. فقط کافیه همین الان به عشق مردم با معرفت بختیاری برام کلمه بختیاری رو بنویسی و سریع بری دایرکت رو چک کنی. یادت نره پیجمو حتما فالو داشته باش تا پیامم به دستت برسه.